ارسال بلند به منطقه جریمه، ضربه سر رو به هر ترتیبی که از بازیکن ما میزنند. فشار ادامه داره. کیم چانگسو سانتروی دروازه، این ضربه سنگین که از بالای دروازه به بیرون میزنه کیم شین وک. در سمت راست زمین توپ در اختیار لی دونگ گوک قرار میگیره. موقعیت داره، ضربه این بازیکن و دستان رحمان احمدی. حالا توپ رو میفرسته به درون منطقه جریمه و برگشت توپ برای کره ها. نه مغلوب ضد حملات اونا بشیم. مدافعان ما همه جلو رفتن. حالا یک موقعیت برای یاران کره، تک به تک با رحمان احمدی. ببینیم چی میشه. این توپ خیلی خطرناک بود و ادامه بازی. برای اولین بار که ما جلو کشیدیم داشتیم گل می‌خوردیم. یک ضد حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از قوچان نژاد، فرصت برای قوچان نژاد توی دروازه گل برای ایران. قوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه. نگاه کنیم سماجت قوچان نژاد رو، حرکت سریع این بازیکن به پشت مدافع کره و ضربه تمام کننده پای چپ که یک بار دیگه ارزش های خودش رو برای فوتبال ملی ما نشون میده. الان لحظه ای که حتما همتون خوشحالید و ایران روی هواست. دقیقه 61 ایران 1-0 از کره جنوبی پیش هست. کیم بو کیونگ حالا سانتوش رو انجام میده، خیلی خطرناکه. فرصت برای بازیکن کره، بازیکن ما دور کنه از اونجا و این اتفاق میفته. چنگ و دندون بازیکن ما از دروازه محافظت میکنن و نمیگذارن که اتفاقی بیفته. فرصت برای کره ها هست که توی دروازه ما این ضربه آزاد خطرناک رو بزنن. یه ضربه سر و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. خیلی خطرناک بود. یه ارسال بلند دیگه به پشت منطقه جریمه، بازم بازیکنشون میسابونه. فرصت برای تیم کره جنوبی هست در محوطه جریمه، این ضربه سر و توپی که از کنار دروازه ما به بیرون میره.